پیش مونده بود. خانم حسن زیرک اینجا هستن. سلام. من شنیدم که شما با مردی به نام حسن زیرک ازدواج کرده بودید که از خانواده معروف این دیار بوده مرجع. بله. کی شما عروسی کردین با هم؟ سال 37 وقتی که برنامه کردی برای اولین بار در تهران تأسیس شد، یعنی اون در رادیو ایران برای کردی اجرا شد در مرکز. بله. اون وقت آقای بابان تشریف داشتن، بعد آقای حسن زیرک که اصلا حسن زیرک بود. بله. یا که همینجوری بهشون میگفتن حسن زیرک. فامیلی دیگری داشتن که در بین کردها مثلا به اسم زله بود. بعد اینو مشهور شد به زیرک و بعدا شناسنامه‌ش هم همین حسن زیرک. خب همون موقع ایشون آواز خون بودن که شما باشون عروسی کردید؟ خواننده رادیو بودن و منو ایشون به رادیو بردن. من گوینده شدم، ایشون هم خواننده شد. شما در تهران گوینده؟ من در تهران گوینده برنامه کردی بودم، بعد منتقل شدم اینجا. شما اسمتون چیه؟ اسمم مدیه زندی هستش. خانم زندی شما الان تو رادیو تلویزیون کرمانشاه کار می‌کنید؟ بله از تهران منتقل. چند سال شما زن و شوهر بودین؟ ما سال 37 با هم ازدواج کردیم. بود دیگه تا موقع. چند ساله که شوهر شما فوت کرد؟ 2 سال. خب تا 2 سال پیش ایشون آواز میخوندن؟ بله، حتی موقع مرگشون هم صدای خوبی داشتن و آهنگی به اسم وصیت‌نامه خوندن. شما بچه‌م داری؟ بله اینجا هستن خدمتتون. بچه‌ها اینجا اگه اجازه بفرمایید. آرزو و ساکار. سلام بچه. بله. بجد خوشحالیم که شما رو اینجا می‌بینیم. بچه‌ها یک هنرمند خیلی خیلی به شما علاقه‌مند هستم. بچه‌های همکارمون. فقط از این آقای حسن زیرک صفی هم هست که فقط همون نوارای رادیویی؟ نه صفی خیلی زیاد هست. من شنیدم که خیلی معروف هست حسن زیرک اینجا. اغلب شعر آهنگاشون خودشون میگفتن، آهنگا هم خودشون درست میکردن و اینجا فرصتی من از آقای جزایری تشکر کنم، چون بعضی از آقایون میان آهنگای حسن رو میخونن بدون اینکه یادی ازشون بکنن. معروف ترین آوازی که شوهر شما خوندن چی بود؟ همین کرمانشاه شهر زیبای من. آهنگای خیلی زیادی دارن که همشون تقریبا تمام آهنگاش خاص داره. خب من خیلی دلم میخواد که یکی از آوازهای شوهر شما هم تو برنامه پخش کنیم به یاد یک هنرمندی که در بین ما نیست و به طور حتم طرفدارای خیلی خیلی زیادی تو این قسمت از کشور ما داره و در سایر استان‌ها که حتما مردم شنیده بودن صداش. خیلی متشکرم.